وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از صادر شدن چندین جنایت در کشور خبر می‌دهد. از جمله کارمندان ملیسا زن 31 ساله ساکن جماعت شهرک نکعت نوعه سپیدامند را با گمان تشکیل و نگهداشت فاحشه‌خانه دستگیر کردند. نامبرده 11 ینور امسال با مقصد به دست آوردن مبلغ پولی به جوانزن 25 و مرد 27 ساله ساکن نوعه سپیدامند در خانه استقامتیش برای علاقه جنسی نمودن شرایط معین کرده از آنها 150 سامانی مکافات پولی گرفته است. اینچنین 12 ینور او به جوانزن 25 و مرد 45 ساله ساکن نوعه مذکور در خانه استقامتیش برای علاقه جنسی نمودن شرایط مهیا نموده از آنها 200 سامانی مکافات پولی گرفته است. همچنین با همین اتهام زن 44 ساله ساکن پایتخت بازداشت گردیده است. او نیز ماه جاری به مرد 27 و جوانزن 25 ساله ساکن شهر وحدت و ناحیه فرخار برای علاقه جنسی نمودن شرایط مهیا نموده از آنها 200 سامان مکافات پولی گرفته است. باید گفت مقامات تاجیک میخواهند افراد مشغول به دلگی و تشکیل فاحشه‌خانه ها را از حق پدر و مادری محروم کنند. طرح قانون در این زمینه برای بررسی در دست مجلس نمایندگان است. در خبر دیگر وزارت آمده است یک ساکن 53 ساله بختر و یک ساکن 45 ساله جماعت آریان حصار به آن ابدار می شوند که نیروی برق را بدون پیوستن به حساب کنک استفاده می بردند. ساکنان نوحه بختر با این عملش به مبلغ 6852 سامانی به دولت ضرر رسانیده است. زیان ساکنان حصار به شبکه برق این شهر بیش از 29000 سامانی حساب شده است. در یک حالت دیگر کارمندان میلیسیا یک ساکن شهر دوشنبه را با اتهام قلابی بازداشت نمودند. دستگیر شده به آن گمان بر است که به طور غیر قانونی از تاجران یکی از بازارهای پایتخت پول استفاده نیروی برق را می گرفته است. وزارت کارهای داخلی می گوید ساکن 48 ساله دوشنبه با راه فریب به باوری صاحبکاران بازار خاوران در آمده از آنها برای 1 کیلووات قوه برق 75 درم گرفته است. این در حالی است که ارزش 1 کیلووات نیروی برق 65 درم است. به همین ترتیب بازداشت شده تا 23 دکبر سال 2020 از تاجران بیش از 36700 سامانی جمع آوری کرده برای احتیاجات خودش صرف کرده است. در نسبت مرد گمانبر برای قلابی پرونده جنایتی باز شده است.